اما درباره قضای شوال رو گیریم اول یا اینکه 6 روزه شوال رو، ببخشید قضای رمضان رو گیریم یا 6 روزه شوال رو. چه خیلی میدونیم خواهرانی که به خاطر حیض، به خاطر بیماری ماهانه قضا دارن، بعضیشان تا 10 روز قضا دارن، بعضیشان تا 7 روز، بعضیشان 6 روز و 5 روز، بعضیا به خاطر بیماری، بعضیا به خاطر مسافرت. و قضای رمضان برای هر یک مسلمان فرض است که الله میگوید و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. وقتی شما به خاطر مریضی و به خاطر مسافری روزه نگرفتید، حتما در دیگر روزها بگیرید. یعنی رمضان رو قضاش رو گرفتن فرض است. اما ما اول 6 روزه شوال رو گرفته بعدا قضا گیریم می شود یا نه؟ قضا چه خیلی که میدونیم فرض است، اما قضای رمضان یک و یک باره گرفتنش فرض نیست. این رحمت پروردگار است که همین که عید گذشت حتما باید قضاها رو تمام کنی، این گونه یگان دلیل وجود ندارد. برعکسش حدیث حضرت عایشه در صحیح بخاری است که میگویند من قضاهای رمضان رو به خاطر اینکه با پیامبر مشغول بودم ماه شعبان، یعنی یک ماه پیش از رمضان میگرفتم. یعنی این معنیش این است که در خانه پیامبر بودم و پیامبر اصلا مثلا به حضرت عایشه هم گفتگی نیستن که یک و یک باره بگیری، و حضرت عایشه میگن از این رخصت یعنی استفاده بردگی هستن. قضا رو اگر در ماه شوال نبود دیگر ماها گیرید هم انشالله گناهگار نمیشوید. یگانه در مذهب ابو حنیفه هیچ کراهیت ندارد، لیکن در دیگر مذهب ها، در مذهب امام مالک و شافعی میگویند قضایت را مانده روزه نافله گرفتن جایز است اما با کراهیت. یعنی اول قضا را تمام کنی بهتر بود، اول قضا را تمام کنی بهتر بود. خواهرانی که میگویند من هم قضا رو میگیرم هم شوال رو، این بهترین میشود. اما گفتن نه، من علاج هر دویش رو گرفتن نمیتوانم، اول شوال رو میگیرم که مدت شوال رو میدونیم فقط یک ماه هست. برای قضا اگر 11 ماه دیگر داشته باشیم، اما شوال همین ماه گذشت دیگر ثواب آن 6 روزه میرود. پیامبر صلی الله علیه و سلم اون 6 روزه که برابر یک سال با ماه رمضان میشود گفتن فقط شوال رو در نظر داشتن. اگر گفتیم نه شوال زود میرود، من اول شوال رو میگیرم، ان شاء الله در نزد 4 مذهب شما گناهگار نمیشوید. فقط خیلی گفتم بعضی علما کراهیت دارد میگویند، لیکن در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه اصلا کراهیت ندارد. اما حتما در فکر قضا هم باشیم که یکی پگاه گویان رمضان آینده آید و قضاهای ما بماند که در این وقت هم کفاره فرض می شود و هم انسان گناهگار می شود اگر از روی تماما بی‌پروایی قضاهایش را نگرفت. مسئله دیگر پس درباره قضا رو گیریم یا اینکه اول شوال رو، ان شاء الله اجازت است که اول شوال رو گیرید. اگر چه قضا رو گیرید بهتر است، اما نگرفتید و شوال رو گرفتید و قضا رو بعداً گرفتید گناهگار نمیشوید. و چه خیلی گفتم شوال حتمی نیست که 6 روز پای در پای گیرید، یکی در یک هفته 2 روز 3 روز گرفتیم هم مهم تا تمام شدن ماه شوال اجازت است.